بالای گل دستای مسجد چی؟ بشنبه؟ من نمی‌کنم. همشونو داری بدون که بخرید. این ببینید این کار دستی خودمه، خودم ساختمه. اینو شاگرد کوچیکم ساخت. اینو یکی از این بریه اینو یکی از پدرانم اینو ساخته بوده. یکی از پدرانه؟ چند تا پدر داشتی؟ اینجا هم با سیم بستم که جناب نبیل زرندی می‌خواهند که بگو که لعنت بر کسانی که حائل شدند، یعنی جدایی انداختن بین من و تو یا مدینه الله، و بعد می‌خواهند که در اون حالت نظر کن به دیوارهای شهر، بگو ای دیوارهای شهر خوشا به حال شما که چشمهای محبوب ابرها بر شما افتاده است. ای زمین شهر خوشا به حال تو که پاهای خداوند بر تو مرور نموده است. ای درخت‌های شهر خوشا به حال شما که انفاس خداوند بر شما که دمیده است. و ای هوای شهر خوشا به حال تو که نسیم‌های پروردگار در تو وزیده است. و بعد می‌فرمایند که برو تا به دروازه شهر برسی. در اونجا به دروازه شهر که رسیدی می‌فرمایند که گونه‌های خودت رو بر خاک بگذار و آنقدر در این حالت قرار بگیر که بوی خدا رو، بوی طلعت اعلی رو از خاک این شهر استشمام کنی.
وقتی اون بو رو شنیدی میفهمن که بایست و این ذکر رو بر زبان جاری کن. ذکری هست که میفهمن که این اللهم لبیک لبیک و سعدیک و نور بین یدیک، میفهمن که اونقدر این ذکر رو بخوان که فقط آتش شوق تو کاسته نشه. دیگه جناب نبیل زرندی این ذکر رو چقدر خوندن ما نمیدونیم، فقط میدونیم که خودشون میگن من با حالتی وارد شهر شدم که مردم فکر میکردن دیوانه‌ای به داخل شهر اومده. و در مورد این ذکر هم میدونید که میگن در روز قیامت خداوند مؤمنین رو، مردم رو مورد خطاب قرار میده و از اونایی که مردن میپرسه که الستو به ربکم، این آیا ایمان آوردی به پروردگارتون؟ آیا هستی با پروردگارتون؟ و مؤمنین بلی بلی میگن، قبول قرار گرفته و خیلی مورد توجه. حالا انشاءالله که زمانی که بشه خواهند ساخت این طرح. ببینید این بالاش گنبد زردی داره که شما به یاد چی میندازه؟ ببینید جالبه نیست؟ حالا وقتی شما بشمارید از اینجا تا اینجا 9 طبقه داره تا اینجا. ببینید یعنی شما ببینید که چطور اراده حضرت بهاءالله. مهندسین کی بوده؟ یه نفر آدمای معمولی هستن، چیز نیست. یعنی غیر از الهام، غیر از اون چیزی که خواست خداوند باشه چیزی جاری نمیشه. و این رو بهتون بگم که از اینجا تا تخت جمشید به نام دروازه ملل و از اینجا دقیقاً به محل بیت مبارک شیراز رفت میشه. جایگاهی پیدا کرده خدمت شما ببینید که در اون زمان بین حضرت اعلی و خانمشون مشخص. ببینید که حضرت حرم به اتفاق شوهر همشیرشون میان اینجا، برای گردش میان اینجا. در اینجا یک عکسی بر دیوار هست که روش نوشته حضرت موسی، یک جوانی است که یک عمامه سبزی در گردن داره. حضرت حرم وقتی که میان چشمشون به این عکس میفته بیهوش میشن و میافتن. وقتی که به هوش میاد میفهمن که من بین این عکس و شمایل حضرت اعلی شباهت بسیار زیادی میبینن و این شباهت از نظر ایشون به قدری بوده که ایشون بیهوش میشن. حالا اون افرادی که شمایل حضرت اعلی رو دیدن میگن و بعد هم گاهی برای زیارت برای دیدن به اینجا میمدن و این عکس رو میدیدن. به نظر من این اراده هیکل مبارک بوده که برای اینکه ایشون قدر تسکین پیدا کنن به چشمشون بیاد، چون اگر شباهت در این حد بود اون بقیه منزلین از اعلی باید متوجه میشدن، اما این رو فقط حضرت اعلی شنیدن و متوجه شدن. سابقه تاریخی بسیار زیادی داره اینجا که ما وایسادیم بالای قرآن. یک چشمه از شیراز به سمت اصفهان میرفتن، میان شب رو در اینجا کجا بوده؟ هزار قدمی عکسش اینجا. تمام مردها رو شهید میکنن، و زنها و دخترها و بچه‌ها و پیر مردهایی که دیگه توان راه رفتن نداشتن اینها رو اسیر میکنن و این شهدا با اسرا رو سرهای شهدا رو می‌زدن تو گونی، با این اسرا به وضع بسیار بسیار رقتباری از نیریز حرکت میدن، پیاده حدود 250 کیلومترها رو میان تا به شیراز میرسن. وقتی به شیراز میرسن که وضع بسیار بسیار اینا عجیبی داشتن. این به طوری البته تقریبا میگم که از اسرا هم که حدود 2000 نفر بودن میگن کسی زنده بر نمیگرده تا میبرن، همین از شهید میشن چون آب اینا نمیدادن، غذا نمیدادن، مریضیش به شدت بینشون افتاده بوده و خیلی وضعیت ناهنجار بوده. در این جریان
وقتی که حاکم شیراز میشنوه که اینها رو وارد کردن، تعدادی نیزه میفرسته، سرها رو میزنن سر نیزه، با اسرا به وضع بسیار رقتبار و زاری وارد شهر میکنن. وقتی که وارد شهر میشن، شما حساب این منظره صحرای کربلا بود، یعنی به هر جا که میرفتن آه انین مردم بلند میشده و مردم زجه و زاری میکردن. اینجا امامزادهش به نام علی ابن حمیده. وقتی وارد این امامزاده میکنن، تعدادی از این اسرا که بوده 25 نفر بودن ذکر شده، دیگه چون تمام راه رو پیاده طریق کرده بودن، اینجا بیهوش میشن و میافتن، که قادر به حرکت نبودن، که دستور میاد در این 25 نفر از این اسرا رو در اینجا سر میبرن و سرهای اینها رو همراه با سرهای بقیه شهدا در 2 محل از محلات شیراز قرار میدن. ببینید که اینجا نوشته سوی من اومدی و با آنچه که مأمور هستید عمل کنید. این است که مأمورین به اتفاق حضرت اعلی به شیراز میان. ذکر شده که حضرت اعلی اول وارد این ساختمان ارکن. تمام اینها جزء محلی بوده که حکام قاجار در اونجا ساکن بودن و جزء دارالحکومه بوده. این ساختمان اونجا تمام این ساختمان اطراف در آینده همه خراب میشه و دقیقاً به شکل اولیه خودش برمیگرده. بعد درست در وسط این خیابان یک ساختمانی بوده به نام امارت خورشید. اینجا کلیت الان خراب شده. حضرت درست در وسط این خیابان امارت خورشید، حضرت اعلی رو میارن توی اینجا. حاکم شیراز یک صندلی میذاره، از سلام مینشینن. از اون طرف حضرت جناب خال اعظم هم وقتی که میشنون که حاکم شیراز به دنبال حضرت اعلی فرستاده، بسیار نگران بوده که صدمه‌ای بهشون بزنه. این هست که میره به اتفاق امام جمعه میاد اون روز اونجا. حسین خان حاکم شیراز یک صندلی میذاره، سلام مینشینن و بعد اون روز جناب خال اعظم شیخ ابوتراب هم بوده. بعد از حضرت اعلی سوال میکنه که ادعای شما چی است و حرف شما چی؟ چرا با این ادعای خود شهر رو منقلب کردید؟ حضرت اعلی در جوابش آیه از آیات قرآنی رو میخونن و آیه مفهومش این بودی که اگر شنیدید که فاسقی هم، یعنی فرد گناهکاری هم با یک خبری آمد، با یک ادعایی اومد، بر شماست که در مورد اون تحقیق کنید. حاکم شیراز که فرد بیسوادی بوده، مفهوم این آیه رو بد برداشت میکنه. فکر میکنه که حضرت اعلی به او نسبت فسق و گناهکاری دادن. این است که دستور میده سیلی محکمی به گوش حضرت اعلی بزنن به طوری که عمامه از سر هیکل مبارک بیفته. حاکم شدیداً به او اعتراض میکنه که این چه عمل جسورانه بود که تو به فرزند پیغمبر خدا که همکنون از سفر مکه برگشته مرتکب شدی. و اما شیخ ابوتراب از حضرت اعلی میخواد که در نماز جمعه حاضر بشن برای اینکه قدری آتش التهاب عمومی کاسته بشه مطالبی رو بیاناتی رو ایراد کنن. حضرت اعلی قبول میکنن که در روز جمعه در نماز جمعه حاضر بشن و مطالبی رو بیان کنن. محل برگزاری نماز جمعه مسجد وکیل بوده. اینجا مسجد وکیل هست. درها بوده و از اینجا خارج می شدن وارد این مسجد شد. این مسجد وکیل هست. این مسجد صحن بسیار بزرگی داره. درست در اون سمت این مسجد یک منبری است از سنگ مرمر دارای 14 پله. هیکل داره که از اینجا میان به اتفاق جناب خال اعظم از اون روز در بین مردم هم انتشار پیدا میکنه که سید باب برای انکار ادعای خود در نماز جمعه حاضر می شود. اینه که قرار میگیره. در روز از تعالی اینجا یک بیانات رو ایراد میکنن که از این تأثیر و نفوذ کلمات ایشون
جمعی از بزرگان شهر در اینجا ایمان میارن که در ردیف جلو نشسته بودن. شیخ ابوتراب از حضرت اعلی میخواد که قبل از اتمام نماز محل رو ترک کنید، چون بی‌معان میرود که به وجود شما صدمه‌ای بزنن. حضرت اعلی از منبر میان پایین. وقتی میان پایین یک سیدی که عصاکش امام جمعه بوده یک عصایی داشته بلند میکنه که بر سر حضرت اعلی بزنه، یک فرد شانش رو میاره جلو و اون ضربه به سینه اون وارد میشه. این مسیر از اعلی اینجا بود که سمت راست میپیچید ته بنبست بیت مبارک از اعلی بود. جو خیابون الان اون قطع کرده این کوچه رو و مسیر کوچه شمشیرگر هاست و مسیر از اعلی از اینجا میومدن این کوچه رو برای این ور رو ببینید این ادامش که مثلا از اینجا عبور میکردن به سمت حجره خودشون قبل از اظهار امر به اتفاق جناب خال اعظم در اونجا به تجارت مشغول بودن. مسیرشون از اینجا بوده و این قسمت این طرفی خیلی حال هوایی گذشته رو هنوز داره و حضرت اعلی قبل از اظهار امر چند سالی در ایام طفولیت به اصرار جناب خال در مکتب شیخ عابد حاضر می شدن که به خاطر آثار عظمت خود از همون زمان در حضرت اعلی مشاهده شده بوده. بعدها شیخ عابد در زمره مؤمنین به امر جدید وارد میشه با آثاره که در اونجا حاضر می شدن و مکتب شیخ عابد در ایام طفولیت حضرت اعلی در اینجا میمدن در مکتب شیخ عابد حاضر می شدن. بعد از اینجا به جای دیگری منتقل شده و در این فضایی که خونه بوده، خانه جناب خال اعظم، خانه جناب خال اکبر و منزل عموی مادر حضرت اعلی که منزل مادر حضرت اعلی اینجا بوده. تقریبا اینجا درخت می‌بینید تقریبا همینجا واقع شده. منزل جناب خال اعظم منزل بسیار بزرگ است که دقیقاً محل بیتی رو تشخیص بدید. ببینید این بیت رو هنوز بیت مبارک حضرت اعلی بود. این مسجد رو شروع کردن به ساختن. درست بغلش یک کوچه‌ای بود به عرض 2 متر، یعنی 2 متر و 60 سانتی که بیت مبارک شروع می‌شد. بله دقیقاً این مسجده، این هم کوچه است و این ور کوچه بیت مبارک حضرت اعلی بود و این هم مسجدی که حضرت اعلی چند بار دستور مرمتی دادن. این مسجد شمشیرگرها هست. تو اون ترانس برق بیت مبارک این در گوشه خیابون افتاده و اون پشت نرده ها و این مطلب ببینید الان آنهاشون خاموش کنند و خداوند تمام میگرداند نورش را حتی اگر کافران را خوش نیاید. مثلا اسمش رو گذاشته بیت المهدی. خانه مهدی. ایشون در اینجا جمع حروف حی قبل از اظهار امر صحبت نکنید تا غیر از شما 18 نفس مقدس دیگر بدون اینکه احدی به ایشان ذکر به میان آورد به این امر میشه. مسجد ایلخانی که میدونید در اینجاست، این یا ابوالفضل اونجا هم داخل کوچه نشه. اون گنبد هم که پشتش میبینید بقعه بیبی دختران به اصطلاح جسد احمد فرزند یکساری حضرت اعلی تا سال 1334 در اینجا بوده. بقعه بیبی دختران و الان اگر که دیشب نه پریشب اومده بودید اینجا روز چهارشنبه می‌دیدید که عده زیادی از نه این قسمت پشتش این پارکینگ که درستش نبود. نه هیچی در این چیزای قدیم باقی نمونده. هیچ
مسجد نو معروف مسجد مقدس خراسانی جا بودم اذان معروف میگفتن چند آیه بهش اضافه شده ببرن به جیرو، ببرن به ماهون. اینجا ایستگاه میدان که نمیرم مینیبوس و اتوبوس و سواریه. Oi? Da minha mãe. Eu sou tua mãe? Tem certeza, meu filho? Só quero ver você caindo. Ó, vai pra mim. Pode falar alguma coisa, o que você viu? اینجا جریانش چیه؟ اینجا این نفر خیلی مؤمنی بوده از این Aqui, lá naquele lago tem. Lá na terra tem um monte de moeda. Vem ver. اون وقت یه تعداد از اسمشون؟ شاه الله ولی اون وقت خیلی از کرمانی ها اصلا فرقه شاه اللهی هست. آه یعنی دیده و یعنی تا حدود چند سال پیش؟ بکنم 20 سالی بشید. Aí. Olha, pode filmar. Mami, vai. چوبای قدیمی حماماشون هم به همین شکل. شما حمام بازار رو رفتین؟ نه. ها اونم اون خیلی دیدن داره حمامو. اونجا که گفتن زن و مرد با هم میرن؟ این مجسمه‌هایی که درست کردن خیلی جالبه. O socorro, vai fazer coisa assim, eu digo, não, tá frio. Pula, Samir, pula. چیزی که درویشا داره بعد روی اون ببینید چقدر جالب نوشته. Samir. Tem que tirar o sapato. Tá bom. Que mando de coisa pra você. Não vai roubar, não? توضیح بدم علیه که منو بگه خوش نرد Cuidado com quem tá aí. Cuidado com
Você não pode ficar na minha frente, meu filho. Tá bom. Que aí eu Nossa, mas peraí, deixa eu pegar o... منیر آره به مال 700 سال پیشه حدودا ولی اینجا نه، اینجا 700 سالش نیست. اون شانمت الله مال 700 سال پیشه باید ها به دنیا آمده به ساختمون نمیدونم این چی کارش نمیده. بله انتظاری Filma aqui. Meu filho, você não consegue fazer. میگیری؟ دوباره بگیر. قبر نوه شاه نعمت الله ولی. بله. اینجا صحنیست که همه میستن نماز میخوندن. بله. هم بکتان خان افشار با هاجر خوندن. این اتاق مال 750 اولین اتاقی بوده که این اولین مال 700 سال پیشه. مال 700 سال پیش. این اولین اتاقی بوده خانم، همین اتاق. این اتاق هست مال 750 سال پیش که در سال 40 رو خود شاه رحمت‌الله طیب به 40 می نشسته به 11 می. این تا پایین هم نوشته بوده 60 سال شده سیر میاد تا اینجا رو آمده. بفرمون تو این تا پایین هم یه با قبل درگاه اینجا بود یه دشم روش هم کرد یه راست فرهنگی که رو با سیاه اونم 12 هر کجا 12 امام به صورت کلا در میشی. اینم سال شب زنزله شد ترک برداشت که واسه میراث تعمیرش کرد. اینم قبل دوستش سلطان ابوالبها. ابوالبها. وفا. این ما رمضانی خانمی هست کنم به مولای دختری بودن 24 سال 25 سال و اول ما رمضان ما پادر کرد بندر ما قیامت به 4 نفری کد بغلش گرفتم واره گفتم یه ما یه دکتری دارم یه اتاقا کردن گفتم بود گویا پیر یا شانم سلامت شفاعت میکنه یا حضرت علی به مولا آورد مشی یا یه نیم ساعت خانم تیه بود هم نیم ساعتی که بود هم با چوره برای شد اومد داره پان خونش هی دست پا ما یا چرا هم میگه باشن؟ Mocinho. Samir. Aqui? Oi,
Uno fiero. Mãe, Pode falar. vou comer meu pirulito. Como? Sério? Ah, eu queria filmar. Eu queria filmar. Oi. Caraca. مهدی ولی هادی منم، رهنمای خلق در وادی منم. بازار چی رو ساختن؟ بازار کرمان. این دفعه توی مجله دکور برزیل دیدم بغل چیزشون بسیاری اومد. Ah, mãe. Deixa eu filmar agora. Tudo bem? Vou pegar a parte de cima e vai descer. Já? Vamos que vamos. Muito bonito. اینجا باغ شاهزاده است که تا اونجایی که فهمیدیم یه شاهی واسه خانومش درست کرده. چی شد؟ تاریخ بناش و ساختش هست. خب شما از اول همه چیزا رو بگید. عبدالحمید میرزا نوه ناصرالدوله بود. ناصرالدوله بعد از خودش عبدالحمید آشور کرمان بود. قدیما میراث فرهنگی جزوی ساخت میشه. بله آن جزوهای قدیم هم داریم. مسئول میراث فرهنگی هم شهربانو بود. در سال 1257
اینجا رو مادر تقلب میکنی اونجا هم میخونید هرکی رو ببینه میخوام دقیق باشه در اواخر سلطنت قاجار بوده بله که این بنا شده به نام باغ شاهزاده است باغ در- شاهزاده در ماهان کرمان. اون تفریحگاه همه مردم بوده و یعنی ییلاق کرمانیا در واقع و تفریحگاهشون. اینجا این سردرش هم از این ندیدی اون فیلم رو که من تو اینترنت گرفتم مونی؟ خیلی شبیه اینه، شاید همین باغ باشه ها، میدونی؟ یک فیلم من تو اینترنت گرفتم 13 دقیقه ها، میدونی؟ اونا چیز انگوره؟ چیز انگوره نه؟ درخت انگوره؟ آره اونا انگوره. اون قسمتی که پای آمده این مثلا داربست اونجا داربسته چیزی داشتن بگو سمیر پولم سمیر 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 پولم پولم Olha, minha mãe. Que criança bonita tá dentro. Olha isso. Veja a criança. Por que só tu pode pegar isso? Tento filmar de um jeito que não fique cansativo para quem tá vendo. Pegar rapidinho as coisas. Não, mas tem que ver onde tem que ir rápido, onde tem que ir devagar. Então, eu sei. Eu sei. Olha, eu tava jogando futebol. Oh, eu sei. Bora, bora. Deixa eu falar assim. Bora. Agora aumenta, zoom. Mas... Não, você tá vendo aí, agora volta pro normal. Volta pro normal e vai indo pra lá. Já, tá bom. Tá bom, você não vai. Segundo de bola. Pula. Ei! Ela pulou? از زنه از قلو میکشه بگیرم de um meu filho. Pois é que eu comprei pro Rodolfo. Hã? Mas era pequenininho. Ele não ia fumar? Bonito esse granado, né, gente?
برزیل تابستون قایق آدم میتونه بگیره؟ شدیده. بارون اینطوریه که مثلا شما 2 دقیقه 1 دقیقه زیر بارون باشی اصلا پا خیس میشه. یعنی چتری متری به درد نمیخوره. بعد جوب ندارن. من نمیفهم بعد چی میشه همه آبا میاد تو وسط خیابون. میگم تو ایران که بارون میاد ولی خب بارونه شدید به اون صورت. Negócios verdes são as janelinhas para entrar iluminação. Esses outros tem o de vidro e tem também para entrar ar frio. Tirar o vidro no inverno, depois entrar ar frio. داره باز نکنید بفرمایید بسه bate na porta para eles abrirem. É o outro, meu filho. Vale? بفرمایید به حالا شما چطوره؟ همین خونه است که شما میخواید ببینید واسه جولا خانوم؟ آره بفور؟ این خونه است که میخواید ببینید واسه جولا خانوم؟ آره خیلی قشنگه. حالا بگید من خوش آمدید بابا. خوش من به این گفتم حالا فرناز بله بفرمایید. ببین این در داره. خب این در کوب برای موقعی که مرد میاد در میزنه، برای موقعی که زن پشت در از تو در کوب میکنه. پس همه چیه خواجه است؟ هر دوتا رو زده؟ این صداش این صداش پروفتره. مرد میاد بیشتر معقلی کار کرد. زمانی که میگن عبدالحمید فوت میشه یعنی کاشیکار داشته سرده رو کاشی میکردن. زمانی که شنیده عبدالحمید فوت کردن میگن 4 دونه کاشی داشتن. اونا رو کار نمیذاره. اون تقوار گفت شما میکوب دیوار میاد پایین می خوشحال میشه. این آقایی که داره حمام میکنه آقایی که حمام میکنه چیه؟ حمام میکنه؟ اینجا اتاق به اصطلاح غرفه یعنی اتاقک میگه در واقع محل استراحت کارگرای حمام میکنه. بذار ماهیاش هم بگیرن Pode. Você pode jogar moeda? Sim. خان بودن کسی بودن از افراد مهم بودن اینجا
میومدن لباساشون رو در میآوردن و حنا میبستن پاهاشون رو آماده میکردن خودشون رو برای حمام. خیلی ممنون. چه نمیشه رو سری انداخت پایین. اینا رو میگرفتید درد میامد. حالا اینا رو با فکر کشاورزا Faccio, ma che faccio male? Ah, famiglia. Ma io sto facendo solo. Famiglia. Che foi? Nada. Oi? Oi? Ja. اون مرده تکون خورد. یه جنانه نه. من همیشه یه نیم تا بعد از این تعریف های شما میرسم. تعریف های شما میرسم. اینا رو میبینی اینا تمام چیزایی که در قدیم اینا رو از همون زمان مونده. این نقش های کاشی ها. نه مثلا حدودا مالی چند سال پیشه؟ نوشته بود اونجا چند سال پیشه من هم فکر چند سال میکنم خودم چیزی نمیبینم. اونجا رو نوشته شده اونجا حالا گرم خانه شده ها تعمیر شده یا دزدی شده؟ نه اینا تعمیر شده اینا باشنای داشتن که نرم بشه؟ نه نرم مثلا چیز بکنن پاشونو حنا که میبستن شکل دامه با کدوما؟ یک کمی گرفتم که خیالت راحت بشه کمی حالا سلام اینجا مشتمال میدادن ولی ما که اکیمیت ما میتونه بله sempre olha referência do meu pai Mais ou menos. Olha aqui, ó. بعد اون حوض میکنه بیاد اینجا ها Estão prestando aquele negócio. کارگر همومه داره اون آقای را میشوره Isso é meu filho.
Tá passando aqui perto. Só. Morreu, Tijano? این برای پشت نمیتونیم جلوتر آره جواتش شنا هم میکنه آقا کتله کی اونجا؟ اسم مخصوصه داشته؟ سنگ چیز بوده دیگه سنگی بوده که نشون میدادش این صبح یا عصره زمان رو سنگ ساعت بوده اینجا یه خزینه سران خواستن دم دست بردارن از اینجا رو بدن برمی داشتن به همانهای عجم نروید که همه خوناب و بچه کرد یه همچین چیزه بوده اینجا بوده بله چون که اینا هر چند وقت یک بار آب شود که هر که بیماری داشته مرضی داشته میرفته توی خودش آب میکشته میومده بیرون از پلی نباید برن خودشون بریزن خودشون حالت حجومت داره از بدن خارج میکردن که خون کثیف بره بیشتر هم شبهای عید این کارو میکردن Aquele ali é chifre de boi também. Eles botam na costa da pessoa, aí chupam até juntar todo o sangue que eles dizem que é sangue sujo. Aí depois com o gilete eles cortam para aquele sangue sair. Eles dizem que é sangue sujo sai. همونطور که به ما دستور دادن که قبل از عید با روزه بگیریم بدنمون تصفیه بشه اینها هم حجومت میکردن که خونتون تصفیه عمل میرزا شکرالله هم بوده یعنی کار میرزا شکرالله نامی بوده سلطان محمد عمل سلطان محمد یزدی نوشته کسی که این کار رو کرد این ساختمان Lá. Es que me pone bastante. كان شافوا بإغواء الصار Olha o nosso banheiro. Aqui, olha. Olha aqui. O chuveiro de temperatura. Confere.
Peguei. De novo. Olha, sabe? Peguei de novo. Oops. Tá. Ah, deixa eu ver a primeira, cara. Você bateu por acaso? Você não disse que não era bebezinho? Vai lá naquela molinha, Sammy, pra ver como é que fica. É, de bebezinho. Cadê a nossa tela? Lá na molinha. Tem problema. Daí tá passando, sabe? Tá passando. Vai logo. Não. Doeu aonde, sabe?